واقعی نداره. هیچ گونه ربط وطنداری بین ما و شما دیگه وجود نداره. دنیا به نام مسعود افتخار میکنه، دنیا به نامش افتخار میکنه و در بزرگترین مجالس به نامش مجلس گرفته میشه و تو افغان از روی حسادت، کینه، تعصب، قوم پرستی و رذالت و بیشرفی به قهرمان افسانوی افغانستان توهین میکنین. خداوند شما را لعنت بکنه، به خونتان برگتان لعنت. شما بیشرفان. دستاوردش اینمی بود که تاریخ 200 ساله تو افغان زیر و زبر کرد و تو افغان گفت که افغان یک کشور است، تو نیست، کشور مال هم است. اینمی تاریخ مسعود است. مسعود یک تاریخ داره. اینمی 300 سال شما آدم کشی کردین، کور کردین، جنایت کردین، تجاوز کردین، خاک فروختین، بی‌ناموسی کردین. یک بچه، یک آدم از پنشیر بالا شد، مبارزه را شروع کرد، پوز داد زمین زد. از ازبک هم صاحب مملکت است، تاجک هم صاحب مملکت است و تو افغان اینمی تاریخ تا خراب کرده تو عقده داری.